سلامی دوباره به همه پنداری‌های عزیز. امروز قراره درباره یکی از عجیب‌ترین و باور نکردنی‌ترین اتفاقات تاریخ صحبت کنیم. داستانی که نه افسانه است و نه تخیل، بلکه رویدادی کاملاً واقعیه که تو دل اروپا اتفاق افتاد. صدها نفر از مردم ناگهان شروع کردن به رقصیدن تا پای مرگ. و امروز قرار این داستان شگفت‌انگیز رو براتون بازگو کنیم. اگر مایل بودید ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب. خب بریم سراغ ماجرای طاعون رقص. تابستون 1518 شهر استراسبورگ که اون موقع بخشی از امپراتوری مقدس روم بود، درگیر قحطی، بیماری و ناامنی بود. مردم از ترس طاعون سیاه و جنگ‌ها به سطوح اومده بودن. تو 14 جولای زنی به اسم فراب وسط خیابون شروع به رقصیدن کرد. بدون موسیقی، بدون الکل، فقط رقصید. همسایه‌هاش اول خندیدن و فکر کردن دیوونگی موقته. اما فراب 4 روز تمام نخوابید و نایستاد. پاهاش زخمی شده بود اما بازم ادامه داد. تا آخر هفته 30 نفر دیگه بهش ملحق شدن. چند روز بعد تعدادشون به 400 نفر رسید. مردان و زنان و حتی بچه ها. خیابون ها پر از رقصنده های خسته بود. شهردار شهر که وحشت زده شده بود و فکر میکرد با رقصیدن بیشتر میتونن این جنون رو از بدنشون خالی کنن، دستور داد که بیشتر برقصن. حتی یه صحنه چوبی وسط شهر ساختن و نوازنده ها رو با طبل و نی استخدام کردند تا سرعت رقص رو بیشتر کنه. اما فایده‌ای نداشت. رقصنده ها یکی یکی سقوط میکردن. گزارش ها میگن که 15 نفر تو یه روز از سکته قلبی، خستگی یا تشنج جون خودشون رو از دست دادن. کلیساها پر از دعا شد، اما هیچ کس نمیدونست که چه اتفاقی داره میفته. شهرداری که دیگه نمیدونست چی کار کنه، بعضی رقصنده ها رو به معبدی بردن و به زور انگشتر و صلیب روی پاهاشون گذاشتن تا شاید نفرین برداشته بشه. بعضی ها رو با گاری به کوههای اطراف تبعید کردن تا جنونشون به شهر نرسه. اما رقص همچنان ادامه داشت و تا پاییز حداقل 100 نفر جان باختن. خب چرا این اتفاق افتاد؟ اون موقع مردم فکر میکردن که کار شیطانه. حتی افسانه هایی بود که میگفت آب چشمه های مقدس رو خورده بودن و نفرین شده بودن. اما ما امروز میدونیم که این فقط خرافه نبوده. یه فاجعه واقعی بود که ریشش عمیق‌تره. جالب اینه که این اولین بار نبود که این اتفاق میافتاد. از قرن 7 میلادی موارد مشابهی تو اروپا ثبت شده. تو سال 1237 100 نفر تو سوئیس تا مرگ رقصیدن و سال 1374 بیش از 500 نفر تو آلمان و هلند. انگار یه الگوی مرموز داشت مدام تکرار میشد. یه نظریه هست که میگه مسمومیت با قارچ ارگوت باعث این اتفاق شده. قارچ ارگوت روی گندم‌های مرطوب رشد میکنه و سم ارگوستامین تولید میکنه. یه ماده توهمزا شبیه LSD که باعث تشنج، توهم و حرکات غیر ارادی میشه. نظریه دوم میگه که مردم تحت فشار قحطی، بیماری و اعتقادات مذهبی بودن و وقتی فراب شروع به رقصیدن کرد، ترس و تلقین بقیه رو هم کشون تو رقص. مثل یه ویروس روانی مغزتون دستور میده برقصید تا استرس خالی بشه، اما متوقف نمیشه. طاعون رقص 1518 نشون میده تاریخ چقدر عجیبه. یه قارچ ساده یا یه ترس میتونه صدها زندگی رو نابود کنه. فکر میکنید اگر امروز چنین اتفاقی بیفته مردم چه واکنشی نشون میدن؟ نظراتتون رو توی کامنت ها بنویسید و اگر ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید، سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید. و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار شما.